جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 قرار رئیس ولایت نیز به توصیف رسیده نقشه چاره‌بینی‌های آمادگی به موسم تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 عبارت از 27 بند تصدیق و مورد اجرا قرار داده شد. در این زمینه در همه ساختارهای ولایتی و شهر و ناحیه ها قرارهای داخلدار به امضا رسیده، ستادها تأسیس داده شدند. آمادگی به زمستان فراگیر مسئله های ذخیره مواد اساسی خوراکواری به مانند آرد، روغن، شکر، برنج، کارتوشک، پیاز، سبزی، کنسروه ها و غیره، سوزشواری برای گرمی چون انگشت و هزیم، سوزشواری نقلیات و دیگر مواد ضروری برای تامین بی‌خطری در راه‌های اتومبیلگرد بودند. در این سمت تا به امروز اساساً همه بندهای نقشه چاره‌بینی‌ها عملی کرده شدند. مثلا طبق نقشه تحریز شده برای زمستان سالهای 2025-2026 برای مؤسسه‌های معارفی ولایت 17488 تن انگشت و ذخیره 8036.5 مکعب متر هیزم پیش بینی شده. در مؤسسه‌های نگهداری تندرستی باشد ذخیره نمودن 5269 تن انگشت و 1466.1 مکعب متر هیزم در نظر داشته شده. در شبکه کمک اولیه طبی و سانیتری شهر کانیبادام با ما اظهار داشتند که برای به مشکلات گذراندن فصل سرما به پورگی آمادند. تحت اجرایش بهار اجرایش قرار رئیس ولایت سوق، رئیس شهر و فرمایش‌های وزارت تندرستی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آمادگی مؤسسه‌های تندرستی با موسم تیرماه زمستانی سال 2025 و 26 امروز در شبکه‌های مؤسسه‌های کمک اولیه طبی سانیتری به نقشه گرفته شده بود. 100 تن انگشت، 30 متر کوبی هیزم که به سنه 24 همین روز علاقه همه آنها ذخیره کرده شدند. همه 17 مؤسسه‌های تندرستی، مرکزهای سلامتی، 18 بنگاه‌های سلامتی همه‌شان با انگشت و از روی نقشه معیاری جدا شده با انگشت و هیزم امروز ذخیره کرده شده است. بغیر از این کارهای تعمیری، گذراندن کارهای آرایشی برای آبادانی حدود مؤسسه‌های تندرستی کارها حالا ادامه دارد و روزهای نزدیک کارهای تعمیری ممکن است جنبش می شود. برای در جماعت دیهاتی پتر یک بنگاه سلامتی از نوسازی قرار دارد. حالا کارهای ساختمان نیز در آنجا ادامه یافته ایستاده است. من باوری دارم که برای آمد زمستان تیرماه زمستان امسال مؤسسه‌های تندرستی کمک اولیه طبی سانیتری آماده می باشد. جهت آمادگی در موسم تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 از جانب مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت نقشه ذخیره مواد ضد لغزش در حجم 3900 مکعب متر معین گردیده. همزمان آماده نمودن تکنیک و مکانیزم های ضروری نیز از قسم اساسی چاره‌بینی های آمادگی به فصل زمستان محسوب می‌یابد. در مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهری کانیبادام به ما اظهار داشتند که نقشه پیشبینی گردیده ذخیره مواد ضد لغزش، سوزشواری دیزلی و آمادگی تکنیک و مکانیزم های نگهداری راههای اتومبیلگرد در سطح ضروره عملی کرده شده است. مؤسسه نگهداری شهر کانیبادام برای سالهای 2025-26 برای زمستانگذرانی به پروژه آماده می باشد. اینچنین موادهای ضد لغزش از روی نقشه 450 کوب به پروژه آماده می باشد. سوزشواری دیزلی 1,500 لیتر به پروژه آماده می باشد. انگشت 4 تن به پروژه آماده و هیزم 15 کوب به پروژه آماده می باشد. و مؤسسه نگهداری راه اتومبیلگرد شهر کانیبادام با تکنیک‌های راهداری برای زمستانگذرانی سالهای 2025-26 9 عدد تکنیکا به پروژه آماده می باشند و برای کارمندان مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر کانیبادام برای 63 نفر کارمندان با لباس گرم به پروژه و با خوراک تامین کرده شدند. یادآور میشیم که در سمت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات به تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 از بودجه ولایتی به ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ،
و دیگر ساحه‌های بودجتی مبلغ گذاری کرده شده. همچنین به شهر و ناحیه‌های سوبونسیونی برای خرید مواد سوخت مبلغ‌های ضرور جدا و انتقال داده شده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت من بعد نیز بهره تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری را راه اندازی می نماید.